از اولین آبجو خوردن بلینگهام تا درگیری با شرکت EA Sports بابت بازی فوتبال و حتی رشوه دادن به داور که تمام رسانه ها رو پر کرد. ولی خب بیایید نگاهی بندازیم به زمانی که بلینگهام اولین آبجوی خودش رو در ملأ عام خورد، در بازی دورتموند و بایر لیورکوزن در سال 2021 که بازی به شدت مهیج بود و خب شادی گل‌ها هم عجیب بود. طرفداران بایر لیورکوزن به طرف زرد قناری‌ها آبجو پرتاب کردند که یکی از باطل‌ها رو عموبلی اینجوری میگیره و نوش جان میکنه و خب تا آخر بازی طعم تند و تلخ آبجو توی دهنش اذیتش میکرده. خب از این حرفا که بگذریم، یادمونه که بلینگهام در هر تیمی که بازی کرده شماره 22 رو به تن کرده، ولی خب علاقه اون I've said in many interviews how much I admire Zinedine Zidane, the legacy he has in the club, and with this number, I'm not trying to be the same as him. I'm just trying to be Jude, but it's definitely a bit of homage to how great he was. خب همونطور که دیدید علاقش به زیدان باعث شد که در رئال شماره 5 رو بپوشه. ببینم بدونستی خیلی از نشریه‌های معتبر مثل گاردین ادعا کردن که عموبلی به داور پیشنهاد $40,000 داده؟ آخه به جمال این جواد آقای مظلوم میخوره؟ خب در بازی بایرن و دورتموند که به شدت حیاتی برای زرد قناریا بود همه چیز عیان شد. بازی خیلی پا به پا پیش میرفت که بایرن 3-2 جلو افتاد و بلینگهام اینجوری هرس میخوره که به سرش زد و به داور پیشنهاد $40,000 بده تا بازی رو عوض کنه، ولی خب داور قبول نمیکنه و از شانس بلینگهام پرونده انضباطی براش باز نمیشه. راستی دوست دارین یه ویدیو از تقلب بازیکنای فوتبال براتون بسازیم؟ خب از دعوا و بحث با داور بازی بگذاریم، میرسیم به درگیری‌های عموبلی و ناراحتیش از اوورال کارت بازی کامپیوترش. خب به نظر من حق داره. بازیکنی که در 20 سالگی جزو بازیکن‌های تاپ رئال مادرید شده و داره با رونالدو و بهترین بازیکن‌های جهان مقایسه میشه، نباید همچین اوورالی بهش بدن. ممنونم که تا این لحظه اومد بودید. برید و بدرخشید.